بینندگان عزیز، در حوشه‌ی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت و در ادامه برنامه‌های مؤسسه دولتی تلویزیونی کودکان و نورسان بهارستان این لحظه صحبت خواهیم داشت با یکی از اشتراکچیان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت. این زمان از ایشان خواهش میکنیم که خود را برای ما و بیننده معرفی نماید. شهزاده ابوبکر هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه دانقره، اشتراکچی آزمون علم فروغ معرفت از روی نامیناسیون فیزیکا و استرونومی. شهزاد، از نگاه شما آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت چگونه آزمون است و برای جوانان و نورسان چی می‌دهد؟ آزمون این یک واسطه میباشد که ما دانش خود را سنجیم و از آزمون یک درس گیریم و حسی ترس ما نسبت به همون فنی که داریم شوق ما زیاد میشود و ترسمون کم میشود. چون که ما میدانیم این زمان شما در دور جمهوریوی آمده رسیدید و شما در این دور میخواهید دانش خود را بازم سنجید و سزاوار جایهای نمایان گردید. پس در خاطرات باز کنید و برای ما از دورهای پیشین کمی قصه نمایید. دورهای اول چگونه بودند؟ در دوری داخل مؤسسوی که سوالها نهایت آسان‌تر بودند که من سزاوار جای اول شدم. در دوری ناحیه کمتر سوالها مشکل‌تر آمد که در آنجا هم سزاوار جای اول شدم. دوری سوم دوری ولایتی بود و من در آنجا سزاوار جای دوم شدم که مسائل‌ها کمتر دشوارتر بود. یعنی از سببی که مثال مسائل‌ها کمی دشوارتر بودند به شما دشواری آوردند و شما سزاوار جای دوم گشتید. بله. استاد شما در این جاده کیست؟ استاد من دلیف عبدالله میشه. هنگامی که شما تصمیم گرفتید که در این آزمون یعنی اشتراک میکنید، نظر و نگاه استادان و اهل خانواده به شما چگونه بودند؟ استادم اولا خودی استادم من پیشنهاد کردم و قبول کردند و ما رو دستگیری کردند. پدر و مادر هم راضی بودند و حتی بیشتر ما رو تشویق کرده با همین آزمون تشویق میکردند و دستگیری میکردند. در دور اول آزمون سزاوار جای چندم گشتید؟ اول گشتیم. سزاوار جای اول. از خود باوری داشتید؟ بله، از خود باوری داشتم. در دور دوم چی؟ در دور دوم از سببی که تیاری‌ها کمتر سست‌تر بود و من تیاری‌ها کمتر سست‌تر بود و مثال‌ها کمتر دشوار بود، من سزاوار جای دوم گردیدم. هنگامی که شما نظامنامه آزمون را دیدید و با نظامنامه آشنا گردیدید، شما از روی نظامنامه کتاب و مثال و مسئله ها را نیز دیدید و شما آنها را از کجا دسترس نمودید؟ من اون را از کتابخانه مؤسسه‌مون دسترس نمودم که بیشتر آنها را استادم از بعضی‌هاش را از ناحیه دسترس نمودند. آفرین. برای چی این آزمون از 7 نامیناسیون برگزار می‌گردد ولی شما محض نامیناسیون فیزیکا و استرونومی را انتخاب نمودید؟ این شوق کودکی من بود که در نیروگاه برقی آبی روغن کار کنم. از همین سبب با پیشنهاد استادم که من مصلحت پرسیدم، آنها بیشتر فیزیکا را توصیه دادند. از صنف چندم به گرفتن درس‌های علاوه‌ای مشغول شدید؟ از صنف نهم به خواندن فن فیزیکا مشغول شدم. این زمان دوره جمهوریوی است و این لحظه ما با شما صحبت داریم پیش از داخل شدن شما به داخل تالار. حسیات شما چگونه است؟ نمی‌هراسید؟ ترس هست ولی میخوام که جدی به سوال‌های استادان جواب دهم. البته باید شما با یک حس قوی ارادگی نزد اعضایان حکمان برآمد نماید و در بعضی حالت‌ها آن همین ترس میتواند که زبان شما را ببندد و شما نتوانید که جواب‌های درست را به اعضای حکمان بدهید. همینطور؟ بله. و این زمان خوب یک نفس آزاد میکشیم و ترس را از خود دور میکنیم و به خود میگویم که من باور دارم که در این آزمون سزاوار جای نمایان میگردم. شهزاد، باید شما به دو حالت تیار باشید. یکی برای غالب آمدن، دیگری برای مغلوب شدن. همینطور؟ بله. شما با همین هر دو حالت تیار هستید؟ بله. مبادا که مغلوب شوید. من راه افزوده نمیشوم و سالی میومد کوشش میکنم که سزاوار یگان جای افتخاری شوم. چون که ما میدونیم امکانیت ها برای اشتراک در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت زیاد هستند. هنگامی که شما غالب می آیید، شما طریق بودجوی به دانشگاه های عالی کشور می توانید داخل شوید. همینطور؟ بله. هنگامی که شما غالب می آیید، کدام دانشگاه را انتخاب میکنید؟ دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آسیمی. محمد جان آسیمی. محمد جان آسیمی. کدام اختصاص را میخواهید انتخاب کنید؟ اختصاصی گیدروانرژتیکا، یعنی کار در روغن. از اعضایان عائله شما هست یگان نفر که در نیروگاه برقی آبی روغن کار و فعالیت کند؟ نه، نیست.
пас шавқу завқи кор ва фаъолият дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун аз куҷо ба саратон омад? аз тамошо дар телевизор ки чӣ хел онҳо бо ҳамун дар Роғун кор мекарданд. яъне аз тамошои телевизор ва барномаҳои гуногун шумо тасмим гирифтед ки дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият кунед. Ҳамин тавр? Бале. хуб, айни замон шумо имкон доред ки барои устодон, падару модар ва он нафароне ки шуморо то ба даври ҷумҳуриявии озмуни илм, фуруғи маърифат оварда расониданд, изҳори миннатдорӣ баён кунед. аввалан миннатдории худро ба устодам Далиев ки дар ин ҷода маро дастгирӣ кард миннатдорам ва баъдан ба падару модарам ки ба ман рӯҳияе бахшид ки то ба даври ҷумҳурӣ омада расам. миннатдории бепоёни худро ба онҳо изҳор медорам. ташаккури зиёд. мо низ ба устоди шумо ва ба падару модари шумо изҳори миннатдорӣ баён мекунем ки онҳо чунин як шогирд ва чунин як фарзанди соҳибистеъдодро имрӯз тайёр намуданд ва мо боварӣ дорем ки дар даври ҷумҳуриявии озмуни илм, фуруғи маърифат шумо сазовори ҷойҳои намоён мегардед ва мо орзу мекунем ки дар ин ҷода шумо саҳми назарраси худро гузоред. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, суҳбате доштем бо иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат Шаҳзоди Абубакр. дар идомаи барномаҳои муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон суҳбатҳо идома хоҳанд дошт. моро ҳамроҳӣ намоед.